بین یک اویله از چچنستان و دو اکو دودر از تاجیکستان در شهر تور روسیه حادثه رخ داد که داستان مشهور رومیو و جولیت به یاد می‌آورد. زادگان چچنستان برای آزار خواهرشان هر دو کلچه زانو و جوان تاجیک را زده شکستند. در این باره روز 17 ایون سال 2024 تلگرام کانال ریادوفکا خبر داد. بنا به این منبع مقامات حفظ حقوق در شهر تور اعضای یک خانواده زادگان چچنستان را دستگیر کردند. سبب بازداشت آنها یک ماجرای پر از شور و شر است که چند روز باز در تور ادامه داشت. بنا به اطلاع ریادوفکا در یک فروشگاه تور یک جوان تاجیک با ریش فوق‌العاده دراز به یک دختر چچن گپ می‌پرتاید. این به دختر خوش نمی‌آید و او پیشنهاد جوان برای شنا شدن را رد می‌کند. جوان از این آزرده شده برای دختر حرفهای ناجا می‌زند. دختر این را همچون تأخیر قبول کرده تلفنش را می‌بردارد و جوان تاجیک را ثبت کرده تهدیدش می‌کند که ثبت را به برادرانش می‌فرستد تا چهره جوان را ببینند. جوان طوری در ثبت دیده می‌شود این تهدید را جدی نمی‌گیرد و حتی خودش به دختر مصلحت می‌دهد که او را طوری ثبت کند که در ویدیو خوشروتر نمودار شود. اما به فرق از این جوان برادران دختر مسئله را جدی گرفته در پی جستجوی جوان می‌شوند. خود او را نمی‌یابند ولی در تور برادر او را پیدا می‌کنند. این بیچاره از پشت دادرش به سرنوشت نچندان خوش دچار شد از بس که او سروغه دادرش را زود نداد. چچنا او را شدیداً لطکوب و به افشای سروغه دادرش مجبور کردند. معلوم شد که جوانی که دختر چچن را غم داد در مسکو به سر می‌برده است. چچنا به سراغ او به مسکو رفته پیدایش کردند و زیر مشت و لغتش گرفتند و هر دو کلچه زانوان او را زده شکستند. آنها برای خودنمایی در پیش خواهرشان عکس این جوان با پایه‌های از زانو شکسته را نیز گرفتند. این حادثه چنان سر و صدا پیدا کرد که مقامات حفظ حقوق به آن توجه کردند و هر دو طرف ماجرا هم اویله چچنا و هم آن دو برادر تاجیک را دستگیر کردند. برای جزای خودسرانه به چچنها چند سال زندان تهدید می‌کند. جوانان تاجیک را باشد می‌توانند به میدان باشی و پس زدن شأن و اعتبار دختر چچن عیبدار کنند. برای این به آنها جریمه و یا تا 15 روز حبس تهدید می‌کند و البته اخراج از روسیه.